خب بچه‌ها زنگ اول درس ریاضی، چی از این بهتر؟ شوخی میکنی؟ بفرمایید تو. سلام. سلام. شما؟ آقا اجازه شاگرد جدیده. مگه از تو پرسیدم؟ آقا ما می‌خواستیم کمکتون کنیم. تو به خودت کمک کن، امسالم ریاضی رو نگفتی. اسم چیه؟ امیرسام بدونه که. بفرما. یه احمق دیگه به کلاس اضافه شد. امیرسام که کی نداره. خب گفت بدونه که. خب بیا بشین سر کلاس. باشه آقا. همیشه اینجوریه؟ کجاشو دیدی؟ تو نمک میریزی. بیا با تابلو. آقا اجازه شما الان برای اینکه ما رو ضایع بکنید یه سوال سخت می‌پرسید ما هم نمیتونیم جواب بدیم. الان شما میخواد به ما درس یاد بدید یا اعتماد به نفسمون رو بگیریم؟ همینی که هست. بیا با تابلو. آقا اصلا چرا همیشه شما سوال می‌پرسید ما جواب بدیم؟ این دفعه من سوال می‌پرسم مطمئنم شما جوابشو بلد نیستی. بیام با تابلو. مگه سوالای تو چقدر میتونه سخت باشه؟ من فوق لیسانس ریاضی ام. بیا با تابلو هر سوالی داری بپرس. خب آقا ما 50,000 تومان داریم. من می‌نویسمش رو تابلو. خب یه جدول زیرش میکشم، یه طرف جدول خرج، یه طرف مانده. اینجا 20,000 تومان از این 50,000 تومان خرج کنم 30,000 تومانش میمونه. از این 30,000 تومان 15,000 تومانش خرج کنم 15,000 تومانش میمونه. از این 15,000 تومان 9,000 تومانش خرج کنم 6,000 تومانش میمونه. این 6,000 تومانم خرج میکنم هیچ نمیمونه. خب حالا باید جمع این ردیف با این ردیف برابر باشه و مساوی 50,000 تومان باشه. درسته؟ درست. اما وقتی این ردیف رو جمع میکنی میشه 50,000 تومان، این ردیف رو جمع میکنی میشه 51,000 تومان. این 1000 تومان از کجا میاد؟